دیوارش بند کنم چی میگی؟ سالی صد ما نمیدونم پشت خانه تان یک دو تا غرفه بانم چی میگی؟ وای 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 عجایب عجایب روزگار است. حال این همه فهمیده بدبختی کم بود که فهمیده یک تو هم پیدا شده سر مردم افغانستان داد میزنی. حال تو رو چی در کار شهرداری؟ حال تو رو چی فهمیدی نمی کارهایی که مربوطی تو نمیشه؟ حالا از اینجا دیپورت شدی فهمیدی باز شله هستی. مردم افغانستان کم درد دیده است، کم رنجیده است که یک تو هم مانده سرشان گپ دی دیگه دارید شرم است دیگه. آقای جمیل قادری واقعا باید متاسفم، اصلا تو گپ زدن تا بلد نیستی، اصلا رفتارت بلد نیستی. چی رقم تو جورنالیست هستی؟ تعجب است. من به اون طالبات تعجب میکنم که تو رو فهمیدی گذاشته که تو بری اونجا رو نگاه کنی. حالا تو رو چی؟ تو کدام رئیس شهر، کدام شهردار شهر خبرنگار هستی فهمیدی بردم خبرنگاری برسی تو آنم اون مردم یک لقمه نان بخوره. عجایب روزگار است.